من حرفم برای شما جوانها روی همین نکته است که شیعه از امام خود باید یاد بگیره و در هر عصر و زمانی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنه. من محرم پارسال بود خدمت شما رسیدم در این هیئت، یک نکته از حضرت زینب و امام سجاد گفتم و این بود که امام سجاد و حضرت زینب تهدیدهای دشمن و یزید را تبدیل به فرصت کرد. اسارت در واقع پلان عمر سعد بود که خانواده امام حسین خار کنه، اما خانواده امام حسین از این اسارت استفاده کرد، تهدید دشمن را تبدیل به فرصت کرد. رسانه کربلا شد حضرت زینب و امام سجاد.